هموطنان عزیز، بعد از چند لحظه سال 2016 که در تاریخ نوین مردم تاجیکستان با خاطره و رویدادهای نیک آبادی و رشد وطن عزیزمان ثبت خواهد شد، سپری گردیده سال نو میلادی 2017 فرا میرسد. به این مناسبت کل مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک فرد تاجیکستان عزیزمان آرامی و خوشبختی، اقبال نیک و روزگار آسوده آرزو می نمایند. سالی که سپری شده ایستاده است همچون سالی 25مین سالگرد آزادی و صاحب اختیاری وطنمان برای خرد و بزرگ مملکتمان واقعاً تاریخی و باقرار و سال عملی شدن امید و آرزوهای نیک و سازنده بود. در این سال مردم زحمت قرین و سربلند تاجیکستان با کار و فعالیت اهلانه و صادقانه خود برآمده پیشرفت و ترقیات سرزمین زیبایمان وسعت تازه بخشیده برای فردای باسم آباد و آسوده آن زمینه‌های مساعد و پایدیوار استوار گذاشتند. دایر به واقعه و رویدادهای مهمترین دستاوردهای سال و نیت و نقشه‌های نو برای سال آینده که البته باعث باز هم بهتر شدن سطح و صفت زندگی اهالی و پیشرفت وطنمان خواهند گردید، چند روز پیش در پیام خود به مجلس عالی مملکت مفصل اظهار اندیشه کردم. دستاورد و رویداد واقعاً تاریخی روز 22 دکبر از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شدن قطعنامه دایر به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 می باشد که با تشبث تاجیکستان پیشنهاد شده آن را بیش از 190 دولت دنیا دستگیری کردند. قبول این سند مهم که چهارمین تشبث کشور ما در سطح بین المللی می باشد باعث باز هم تقویت یافتن آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. با در نظر داشت سهم جوانان کشور در رشد جامعه و اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت ما سال 2017 را سال جوانان اعلان نمودیم. سعی و تلاش پیگیرانه جوانان دوران استقلالیت در سمت آموزش علم و دانش‌های معاصر، از خودکنی کسب و هنرهای زمانوی، حفظ ارزش‌های ملی و رعایت آداب و اخلاق حمیده باعث افتخار و سرفرازی ما می باشد. باور دارم که آنها به خاطر پیشرفت دولت صاحب اختیارمان، تأمین امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری باز هم بیشتر زحمت میکشند، زیرا آینده سرزمینی به اشتهاسایمان در دست آنهاست. وضع جهانی امروزه، خطر و تهدیدهای روزافزون، مسائل مبرم اقتصادی و سیاسی و اکولوژی هر یک ما را وادار می سازند که بیش از هر وقت دیگر متحد و سرجم و هوشیار و زیرک باشیم. ما باید در این سال
با حس بلند وطنداری و خودشناسی برای حمایه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، تحکیم وحدت و همدیگر فهمی و حمایه منفعت‌های دولت و ملتمان دست جمعانه و صادقانه تلاش نماییم. زیرا دستاوردهایی که تا امروز نائل شده ایم از ما می باشد. ما باید به خاطر رسیدن به کامیابی های نو و از امروزه دیده آباد و پیشرفته گردانیدن کشور محبوبمان صافدلانه و پیگیرانه کوشش نماییم. خصوصیت نیکی جشنگیری سال نو میلادی این است که مردم عالم با نیت و آرزوهای نیک هدفهای نوی سازنده و نقشه‌های آبادگرانه خود را تعریضی می‌نمایند. در آستانه استقبال سال نو میلادی با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که سال نو میلادی 2017 برای تحکیم و توسعه دستاوردهای استقلالیت دولتی، پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان، وحدت ملی و ثبات سیاسی جامعه، اینچنین آباد و زیبا گردیدن کشورمان نقشی مؤثر خواهد گذاشت. سال نو میلادی 2017 برای دولت و ملت ما آغاز مرحله نوی رشد و عملی شوی نقشه‌های نوین برای آینده آباد و آسوده محسوب می گردد. باعث افتخار است که در این روند مردمی با ننگ و ناموس ما در حفظ استقلالیت ملی، بنیاد دولت معاصر و پیشرفته و دگرگونسازی‌های جامعه نوین فعالانه اشتراک کرده، جهت معرفی شایسته دولت تاجیکان و بلند برداشتن نفوذ آبروی آن در عرصه جهان سهمی وطن دوستانه می‌گذارم. امیدوارم که سال نو میلادی 2017 سال عملی شوی آرزو و مقصدهای نیکی دولت و ملت تاجیک می‌گردد و مردم شریف ما در این سال نو در سمت رشد و پیشرفت و آبادی و بنیادکاری با قدم‌های استوار پیش می‌روند. با همین آرزوهای نیک بار دیگر همه ساکنان همت بلند و زحمت پیشه و سعادتمند و سربلند کشور، اینچنین کل هموطنان برون مرزیمان را به افتخار سال نو میلادی 2017 صمیمانه تبریک گفته برای هر یک شما صلح و آرامی، خانه آباد، تندرستی و اقبال نیک، فیض و برکت و به تاجیکستان آزاد و صاحب اختیارمان آبادی و پیشرفت همیشگی آرزو می نمایم. سال نو میلادی مبارک هموطنان عزیز.